سخنرانی چاپلوسانه سردار ذوالقدر. هیچ کس در ایران فهم و شعور ندارد جز رهبر. مطابق سخنان سرتیپ ذوالقدر هیچ کس در ایران نه شعور دارد، نه عقل دارد، نه سواد، نه دانش، نه بینش، نه فهم سیاسی، نه فهم نظامی، نه فهم اتمی و نه اصولا فهم دارد. همه اینها در وجود همین جمع است که سردار ذوالقدر با این سخنان امیدوار است یک درجه به او داده شود و این بار با درجه سرلشکری سپاه به کمین قدرت و فرصت نمایش خونین آن بنشیند. اولا من فکر میکنم سرتیپ ذوالقدر درست گفته، برای اینکه اگر توی یک کشوری مجلس خبرگان، مجلس تشخیص مصلحت، دولت، مجلس، 75 میلیون مردم ایران بگن الان روزه، بگن ما به این مداد رأی میدیم، رهبر بیاد بگه همتون خریم، غلط کردیم، الان شبه، به مدادم حق ندارین رأی بدیم. حرف کی درسته؟ و ذوالقدر زیاد ملتی که قبول داره یک نفر میتونه بگه همه مردم نمیفهمن و این ملت به این آدم بگه رهبر، این ملت حقشه. ذوالقدر هم درست گفته.